سرخط خبرها. اضافه شدن گره تازه در تنش‌های کابل و اسلام آباد. ذبیح الله مجاهد میگوید بازگشایی مسیرهای تجاری با پاکستان نیازمند تضمین قوی اسلام آباد است. له پاکستان سره سوداګریزې لارې به هغه وخت بیرته پرانیستل کیږي کله چې د پاکستان حکومت څخه قوي اطمینان ترلاسه شي. هشدار وزیر دفاع پاکستان به پناهجویان افغان. خواجه آصف میگوید که اگر آلمان پناهجویان افغان را نپذیرد آنان را به افغانستان باز میگردانند. نړۍ باید د دوی د ژوند عزت او حقونو ساتنه د ګډ مسؤلیت په توګه ومني. رهایی نزدیک به 200 مهاجر افغان از زندان. این افراد در زندانهای پاکستان و عراق در بند بودند. و حملات هوایی تازه اسرائیل بر غزه. وزارت صحت غزه میگوید از اثر این حملات 5 فلسطینی جان باختند. درود بر شما. بر مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 13 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید که مسیرهای تجاری با پاکستان تنها در صورت دریافت ضمانت قوی از سوی اسلام آباد باز خواهند شد. آقای مجاهد گفته که مسیرهای تجارت و ترانزیت میان دو کشور به صورت غیر قانونی مسدود و به ابزار فشار سیاسی و اقتصادی پاکستان تبدیل شدند. او گفت که این اقدام زیانهای جدی به مردم هر دو کشور وارد کرده است. گزارش از ناهید اندر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با اشاره به قطع روابط تجاری با پاکستان میگوید که پس از مسدود شدن غیرقانونی مسیرهای تجاری با پاکستان، افغانستان نیازهای خود را از کشورهای دیگر تامین میکند. او تاکید کرده که این مسیرها تنها در صورت دریافت ضمانت قوی از سوی پاکستان باز خواهد شد تا در آینده به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده نشود و حقوق مردم و بازرگانان محفوظ بماند. دا چې افغانستان د خپل ضرورت وړ توکي له ګڼو نورو هیوادونو پوره کوي نو اسلامي امارت پریکړه وکړه چې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او دواړو لورو ته د ولسونو د هوساینې او باعزته تجارت په خاطر له پاکستان سره سوداګریزې لارې به هغه وخت بیرته پرانیستل کیږي کله چې د پاکستان حکومت څخه قوي اطمینان ترلاسه شي تر څو په راتلونکي کې دغه لارې د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره ونه تړل شي. همزمان با این عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به خبرگزاری آفاق میگوید که سیاست اقتصادی امارت اسلامی بر تقویت تجارت، گسترش ترانزیت و بهبود مناسبات اقتصادی با کشورها به ویژه همسایگان افغانستان استوار است. سیاست اقتصادی امارت اسلامی تقویت تجارت، ترانزیت و بهبود مناسبات اقتصادی با کشورها از جمله همسایگان افغانستان هست. ما می‌خواهیم که همسایگان ما مسائل اقتصادی و تجاری و ترانزیتی را از مسائل سیاسی تفکیک بکنند و رشد اقتصادی پایدار به نفع تمام منطقه است. پیش از این وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده که گذرگاه‌های ترخم و چمن به گونه محدود و فقط برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به افغانستان باز می‌شوند. این کمک‌ها شامل 74 کانتینر کمک‌های یونیسف، 67 کانتینر برنامه جهانی غذا و 2 کانتینر صندوق جمعیت سازمان ملل است که در 3 مرحله شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات طبی و مواد درسی انتقال خواهد یافت. در شرایط کنونی که هنوز هم تغییرات اقتصادی بالای افغانستان پابرجا است و هنوز هم افغانستان با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه، بدون شک این نوع کمک ها میتونه بخش از مشکلات مردم خصوصا کسانی که در زلزله اخیر آسیب دیدن مشکلاتشون حل بکنن. اما من فکر میکنم در کنار مساعدت ها و یا کمک های بشردوستانه اگر کشورهای همسایه و دنیا افغانستان کمک های اقتصادی بکنن، این میتونه خیلی مسیرت بلند داشته باشه. همزمان با این شماره از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که پاکستان در حال حاضر با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو است و تلاش دارد تا به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌های تجاری با افغانستان را بازگشایی کند. آنها تاکید میکنند که امارت اسلامی نباید اجازه دهند این روند بدون ضمانت پیش برود. هغه څه چې په اوسنیو شرایطو کې د افغان حکومت لپاره مهم دي هغه د پاکستان څخه د داسې ژمنو البته په نړیواله کچه د داسې ژمنو ترلاسه کول دي چې دوی هیڅ کله بیا د دې جرأت ونه کړي چې دغه لاره بنده کړي.
ځکه دې لارې هغه زیانونه دائما په هغه وخت کې افغانستان ته اوښتي دي کله چې د افغانستان د میوه او سبزي وخت وي. دوی دغه لارې په هغه وختونو کې تړلې دي چې په افغانستان کې د میوه او د سبزیو د انتقال وخت وي. این در حال است که عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی در نشست از پاکستان انتقاد کرد که گذرگاه ها را در زمان دلخواه خود برای بازرگانان افغانستان بسته و باز می کند. او افزوده که اکنون فصل تازه صادرات میوه پاکستان است. این کشور تلاش دارد گذرگاه های خود را با افغانستان باز کند. او تاکید کرد که امارت اسلامی در اقدام مشابه باید دروازه ها را بسته نگه دارد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پناهجویان افغان که از سوی دولت آلمان به آنان وعده اسکان مجدد داده شده، پاکستان آنان را به افغانستان باز می‌گرداند. او با آلمان پیشنهاد کرده تا برای حل این مشکل با امارت اسلامی وارد گفتگو شود. باز هم گزارش از اناهیتا اندر. همزمان با تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان و کندی در انتقال افغانهای همکار با نهادهای خارجی به کشورهای غربی، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با یک رسانه آلمانی هشدار داد که در صورت نپذیرفتن این افراد که از سوی دولت آلمان به آنان وعده اسکان مجدد داده شده، پاکستان آنان را به افغانستان باز می‌گرداند. خواجه آصف به آلمان پیشنهاد کرده تا برای حل این مشکل با امارت اسلامی وارد گفتگو شود. در حال حاضر حدوداً 1900 افغان در پاکستان منتظر انتقال به آلمانند و روند که پس از تغییر دولت برلین و بررسی طولانی مدت مواجه شده است. با این حال شمار از فعالان حقوق مهاجران میگویند که تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرانی که در انتظار انتقال به آلمان هستند برخلاف تمامی اصول و قوانین بین المللی است. آنان تاکید میکنند که دولت آلمان باید هر چه زودتر روند انتقال این مهاجران را تسریع کرده و به وعده‌های خود در قبال مهاجران عمل کنند. روند انتقال این دست مهاجران که این کشور پذیرش شدند باید با همکاری مرجع دیپلماتیک کشور پاکستان انتقال و تسریع روند رسیدگی به اون دوسیه‌ها و همچنین انتقال اینها باید در اولویت باشد تا نگرانی مهاجران در کمپ‌های اسلام آباد و شهرهای پاکستان کمتر بشود. د نړیوالو مرستو او ملاتړ زیاتوالی کولای شي د افغان کډوالو ژوند ته ښه والی راولي. افغان کډوال د جګړې او زورونې قربانیان دي، نه مجرمین. نړۍ باید د دوی د ژوند عزت او حقونو ساتنه د ګډ مسئولیت په توګه ومني. این در حال است که آلمان روز سه‌شنبه در چارچوب برنامه فدرالی اسکان مجدد 192 افغان را با یک پرواز چارتر به آن کشور منتقل کرد. وزارت خارجه آلمان همچنان اعلام کرد که در اسلام آباد 62 افغان پیشنهاد دریافت پول در برابر بازپسگیری دوسیه‌هایشان را پذیرفتند و با شمار دیگری نیز گفتگوها ادامه دارد. وزارت مهاجران و عودت کنندگان اعلام کرد که در هفته جاری نزدیک به 200 مهاجر افغان که در بیرون از کشور در بند بودند از زندانها رها و به کشور بازگشتند. در خبرنامه این وزارت آمده که این افراد از زندان کشورهای عراق و پاکستان آزاد شدند. مولوی عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان با قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دیدار و گفتگو کرد. وزارت مهاجرین گفته که در این دیدار وزیر اقتصاد از جمع‌آوری 15 میلیون دلار و 10 میلیون افغانی پول نقد برای حمایت از بازگشت کنندگان از سوی بازرگانان و مؤسسات خبر داد که به نیازمندان رسیده است. به گفته وزیر اقتصاد 13 میلیون دلار و 1 میلیون افغانی دیگر از مؤسسات امدادرسان و افراد جمع‌آوری و به نیازمندان زلزله‌های اخیر ارسال شده است. مولوی عبدالکبیر از تلاش نهادهای امارت اسلامی در کمک به عودت کنندگان و به جا شدگان داخلی قدردانی کرد. و در ادامه هم چند خبر کوتاه جهان. وزارت صحت غزه اعلام کرده است که در تازه‌ترین حملات اسرائیل بر خیمه آوارگان فلسطینی در غرب خان یونس 5 فلسطینی از جمله 2 کودک و 2 زن جان باختند و تعداد دیگر زخمی شدند. این وزارت نوشته که پس از حمله هوایی بر خیمه آوارگان در این منطقه سپس انفجارهای در نزدیکی یک بیمارستان رخ داده که موجب وحشت در میان خانواده‌های شده که در آن جا گرفتند. بر اساس آمار وزارت صحت غزه از زمان حمله اسرائیل بر این بارکه تاکنون بیش از 70,000 فلسطینی جان باخته و بیش از 170,000 تن دیگر زخمی شدند. پس از دیدار نمایندگان امریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص ختم جنگ در اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که مذاکرات این کشور و امریکا به زودی و به صورت حضوری یا تلفنی از سر گرفته می شود.
زلنسکی با انتشار ویدیویی در اکس خود گفت که جهان اکنون فرصتی واقعی برای پایان جنگ احساس می کند، اما تاکید کرد که هر مذاکره باید همراه با فشار بر روسیه پیش برود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفته که مذاکرات نسبتاً خوب بوده، اما مشخص نیست چه نتیجه حاصل خواهد شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا تماس 10 روز پیش خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را دوستانه توصیف کرده است. رویترز گزارش داده که مادورو این گفتگو را به عنوان فرصتی برای پیشبرد دیپلماسی نیز عنوان کرده است. بر اساس گزارش رویترز، مادورو در این تماس گفته که حاضر است ونزوئلا را ترک کند مشروط بر اینکه بر او و خانواده‌اش عفو کامل قانونی صادر شود و تحریم‌های آمریکا نیز لغو گردد. این در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ از مادورو خواسته بود در صورت کنار رفتن از قدرت زندگی او و خانواده‌اش تضمین خواهد شد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.